نن راغلی ما دشت برچي ته او د کابل ښار بېلابېلو سیمو ته به تیم‌های امنیتی امارات اسلامی اونجا موجود می باشه یا نه؟ 100% بله، در تمام مسجدها که هستن نیروی امارات اسلامی هستن. د اسلامي امارات لخوا د عاشورا مراسم نه پرېښودل کېږي، بندیز پرې لګېدلی، آیا دا خبره حقیقت لري؟ یک مقدار محدودیت ها را وضع کرده. امارت اسلامی در خدمت مردم است و آنچه که وعده داده دیگه در افروز ما میبینیم که همون وعده خود را عمل کرده. امنیت راضی هستیم؟ امنیت راضی هستیم، هستن بیچاره میگردن تا بالا. دیگه چی تقاضا دارین از امارات اسلامی؟ با مردم نرم رفتار کنه، با مردم میده تون رفتار نکنه. ژوندی دی وی آباد دی وی تل ګران افغانستان خپل خوداريږي شوروان افغانستان خپل خوداريږي شورا. سلامونه، وخت مو بخیر درنو لیدونکو، هیله مند یم چې تاسو ټول به روغ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د محرم میاشت ده او د عاشورا مراسم پیل شوي دي. نن راغلی ما دشت برچي ته او د کابل ښار بېلابېلو سیمو ته به ځم. د اهل تشیع هېوادوالو څنګ ته به ورځم او د دوی د عاشورا مراسمو په اړه به دوی سره خبرې اترې وکړم. د اسلامي امارت د امنیت په اړه به هم ورسره خبرې اترې وکړم چې تر کوم حده د دوی د امنیت ټینګښت پر غاړه اخیستی دی او امنیت یې ورته برقراره کړی دی. راځئ د خپرونې تر پای شېبو راسره ملتیا وکړئ، زموږ خپرونه دوام لري. ژوندی دی وی آباد دی وی تل ګران افغانستان خپل خوداريږي شوروان افغانستان خپل خوداريږي شوروان افغانستان. درنو لیدونکو، یو بل ګران دوست مو تر څنګ ولاړ دی چې دوی هم دغلته د عاشورا د مراسمو لپاره بیرغونه او داسې نور لازمه توکي پلوري. نو دوی سره هم خبرې اترې کوم. سلام برادر، خوب هستین؟ سلام علیکم برادر، خوب هستید؟ سلامت، زنده باشین. چقدر جای کلان جور کردین شما؟ خوشبختانه که امسال امارات اسلامی کلمه همکاری کردن، همین جای در اختیار ماندن، ما ازشان تشکر میکنیم. کدام قیودات خاص طرف امارات اسلامی بر شما وضع نشده؟ نه خیر، بسیار کلمه همکار هستن، امنیت بسیار عالی است. خب خود امارات اسلامی امنیت شما رو میگیره، اینجا میباشه نمیباشه؟ بله 24 ساعته همینجا اینا موظف هستن، همینجا کلمه همکار هستن. ما هیچ نوع حساب امنیت کنم تشویش نگرانی ندارم. این از امنیت امارات اسلامی که بر شما گرفته راضی هستید؟ بله 100%. در جایی که تکیه خانه شما است یا یگان جایی که مراسم سینه‌زنی میباشه، تیم‌های امنیتی امارات اسلامی اونجا موجود میباشه یا نه؟ 100% بله، در تمام مسجدها که هستن نیروی امارات اسلامی هستن موظف و اکثریتشون هم چی هم هستن در حساب گزمه میگردن با تمام مسجدها و دو تا هر مسجد 2 تا 3 تا نفوس زیادتر باشن زیادتر موظف هستن اونجا به خاطر امنیت. ما هیچ نگرانی نداریم و تشکر هم میکنیم از امارات اسلامی. یعنی کدام قیودات خوبی نیست؟ اصلا نه خیر. ما شما هم باید امروی نیروهای امنیتی خود ما همکار باشیم در بخش امنیت. بله 100% همین دولت است که ملت است، ملت است که دولت است. باز ما همکار هستیم، تمام مردم ما همکار است دیگه. انشالله که مراسم ما محرم ما بخیر سپری. سلامت باشید، زنده باشید. ژوندی دی وی آباد دی وی تل ګران افغانستان خپل خوداريږي شوروان افغانستان خپل خوداريږي. د حجنوي شهرک ته راغلو چې دلته یو مسجد دی، د مسجد جامع و حسینی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم. نو دلته به د مولوي صاحب سره خبرې اترې وکړو د دوی د مراسمو په اړه او دلته د مراسمو کې د امنیت په اړه. السلام علیکم مولوي صاحب. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم، خوب هستین؟ صحتمند؟ الحمدلله، شما خوبین؟ سلامتین؟ خدا را شکر. کارمندا دوستا خوبن؟ الحمدلله، سلامت باشین. چطور است مراسم؟ بخیر پیش میره؟ خدا را شکر، الحمدلله. مراسم بسیار به شایستگی پیش میره و هر روزه مؤمنین عاشقان ابا عبدالله و الحسین با شور و اشتیاق حسینی در این مکان مقدس تشریف می آورند و این را خدمت شما عرض کنم که سحرم شما همچنان که در جریان هستید مربوط ناحیه 6 می شود، شهرک امید سبز و نام دیگر هم که معروف است بین مردم شهرک آج نبی. و این مکان مقدس و با صفایی را که می بینید به اسم مسجد جامع و حسینی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هست که هر روزه در اینجا مراسم عاشورای حسینی از ساعت 5 به بعد برگزار می شود
نیروهای امنیتی ما در اینجا شبانه روز هستند که ما کمال تقدیر و تشکر داریم از مجاهدین امارت اسلامی که با تلاش های شبانه روزیشان واقعا زحمت میکشند، ما را در برگزاری این مراسم یاری میکنند، همچنان که سال قبل این فعالیت ها را داشتند. یعنی ما از نگاه تأمین امنیت راضی هستیم و باز هم توجه بزرگان را، مقامات امنیتی خود را در این قسمت میخواهیم که هرچی خوبتر و بهتر در تأمین امنیت تلاش شوند که مؤمنین بتواند با خاطر آرام همین مراسم مذهبی و دینی خود را برگزار نمایند. مولوي صاحب ځینې شایعاتو په ټولنیزو رسنیو کې یا ځینې نور رسنیو کې چې د اسلامي امارت لخوا د عاشورا مراسم نه پرېښودل کېږي، بندیز پرې لګېدلی، آیا دا خبره حقیقت لري؟ در ابتدا اون چی که مثلا یک شایعه شدن که ما هم شنیدیم که یک مقدار محدودیت ها را وضع کردن، محدودیت ها در رابطه با آمیزی نصب کردن پرچم، سقاوخانه ها، ولی بعدا با مشورت بزرگان اهل تشیع و مقامات امارت اسلامی و این مشکلات هم برطرف شدن که بالفعل مثلا در ناحیه‌ای که ما هستیم، ناحیه 6، ناحیه 13 و ناحیه 13 و یه جای دیگر هم که به ذهنم نیست، اینجا کاملا آزاد هست. دیگه مقامات امارت اسلامی توافق کردن، گفتن اون چی که مثلا ارزش های دینی شما هست ما مناعت نداریم. همچنین مثلا شما میبینید ما در همین جاها مثلا آزادانه مردم میاد مراسم عزاداری رو برگزار میکند، هم در طرف روز و هم در طرف شب که ما برنامه نوحانی سینه‌زنی داریم و امروز هم که تا جای ما اطلاع داریم، یعنی دسته های سینه‌زنی که طرفی مثلا چی رفتن، سخی رفتن، طرف زیارت ابوالفضل آقا که رفتن، گزارش دادن که همه مثلا به خیریت گذشته و اینها کلا بیانگر ازی هست که دولت با ما هست و این مراسم تنها اختصاصی به یک قشر خاص نداره. ابو عبدالله و الحسین از همه هست، یعنی همه مسلمین باور به این دارد که حسین نواده رسول گرامی اسلام هست. هر یک از مؤمنین به اندازه‌ای که شناخت از این مقام معظم دارد از این تجلیل میکنه. د امنیت د ټینګښت په برخه کې د اسلامي امارت امنیتي مسؤلین راځي دلته، امنیت نیسي نه نیسي، امنیت نه راضي هستي او کنه او نور څه غوښتنې لرئ؟ در قسمت امنیت ما تا بالفعل بسیار راضی هستیم. امنیت یک گمشده همه شهروندان هست که به حمدالله امنیت تا امروز تأمین هست. از روزی که امارت اسلامی آمده هست از نگاه امنیتی ما مشکل نداریم. همچنین که مثلا در سال قبل بسیار با وجه احسن مراسم را برگزار کردن در بخش تأمین امنیتش و در هر جا میتونن که مراسمتان اجرا کنن. بله و امسال هم مراسم امنیتی بسیار به خوبی پیش می رود. نیروهای امارت اسلامی مجاهدین هر از وقتی، هم شب هم روز، وقت میآید میگوید ما در خدمت شما هستیم. سلامت و خیر باشید. خیر باشید، زنده باشید. ژوندی دی وی آباد دی وی تل ګران افغانستان، خپلو خو درېږي شور روان افغانستان، خپلو خو درېږي شور روان افغانستان. درنو لیدونکو، بیا هم په اجنبي شهرک کې امام مهدي جامع جومات دی او دلته هم مراسم روانو او مونږ چې راورسېدلو نو دلته ډوډۍ هم توزیع کېدله، ختم یې کړه. نو غواړم چې حاجي صاحب سره د هغوی مراسمو په اړه خبرې اترې وکړو. السلام علیکم حاجي صاحب، خوب هستین؟ سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. چالدرن خوب هستین؟ سلامت زنده باشین. چالدرن مراسم بخیر میگذره؟ الحمدلله، خدا رو شکر، خدا رو سپاسگزاریم. بخیر مراسم است. مراسم امروز هفتم محرم الحرام است. دمی 7 روز مراسم. دمی 7 روز از اول محرم ما مراسم داشتیم تا انشالله رو تا 13 نظامی ما رو مراسم ما ادامه داره. خود می 7 روز چطور سپری شد؟ الحمدلله خدا رو سپاسگزاریم. ما از نگاه امنیت امسال هیچ گونه نگرانی نداریم. الحمدلله امارت اسلامی در خدمت مردم است و آنچه که وعده داده دیگه در 7 روز ما میبینیم که هم وعده خود را عمل کرده. آنچه که وعده میده گونه عمل داره. زیاتر مردم شایعات کرده بودند در رسانه ها و فیسبوک ها دیگه که امارت اسلامی نمیمانه مراسم شما را. ما عرض کنیم که یک تعداد دشمنایی ممکن باشد،
ما اونا دشمن ملت و دشمن امارت اسلامی میدانم. او کسی که تبلیغات میکنه او رو ما دشمن ملت خود و دشمن امارت اسلامی. ما مزمی خاطر آمدیم که تبلیغات منفی مردم ما جواب بده. ما هیچ گونه نگرانی نداریم. نیروی امارت اسلامی در خدمت ماست و مردم هم شو اینجا مراسم داره، روز مراسم داره، بسیار به اعصاب آرام مراسمش سپری میشه. مراسم چه وقت شروع میشه؟ مراسم از ساعت 5. معمولا امروز یک کمی تغییر آمده. پیش از اینکه نظر بود صرف تعام بود، به او خاطر پیش از ظهر مراسم گرفته بودیم. باز دیگه معمولا در روز برنامه‌مون ساعت 5 عصر است. بعد از 5 بجه باز 5 بجه مراسم باز نماز خوانده میشه. نماز خوانده میشه، مردم وضو میکنه، نماز خوانده میشه، نماز جماعت. الحمدلله مسجد پر میشه. باز اینجا مراسم سینه‌زنی اینجا باز چه وقت ساعت 9 بجه باز مراسم سینه‌زنی شروع میشه. سینه‌زنی و زنجیرزنی یعنی میاد تا ساعت 2:30 الی نزدیک 11 بجه شب. باز میره تا صبح است. باز صبح نماز روز با خیر باز مراسم. روز باز مراسم است. خب شب که شما مراسم میکنین، مراسم سینه‌زنی و زنجیرزنی، امارت اسلامی خو میباشه از طرف شب و روز؟ بخیر ما متيقنی ما میبینی در عمل که ان شاء الله امارت اسلامی این دمی کوچه ها هر نفرش هر جای است. سلامت باشید. ما بسیار اساس آرامی میکنیم. تشکر از شما که شما آمدین از ما احوال گرفتین و اینمی وضعیت نظامی مسجد ما را، وضعیت نظامی اهالی ما را شما رسانه‌ای میکنین. ما شما تشکر میکنیم. سلامت زنده باشید. خیر. سلامت باشید. ژوندی دی وی آباد دی وی تل ګران افغانستان خپل خو درېږي شور روان افغانستان خپل خو درېږي شور روان افغانستان. درنو لیدونکو، همدلته مسجد کې یو ډله مشران ناست وو. مغوښتل چې دوی سره هم خبرې اترې وکړو. حاجي صاحب مو تر څنګ دی، غواړم دوی سره هم خبرې اترې وکړم د دوی د مراسمو په اړه او د امنیت د ټینګښت په اړه. السلام علیکم حاجي صاحب. سلام علیکم. خوش ان شاء الله. سلامت صحت بخیر هستین؟ خوش آمدین. سلامت در باشین. مکان مقدس. از حاجی صاحب پرسان کردیم درباره مراسم. میگه افروز میشه که ما مراسم داریم. چطور پیش میره در افروز؟ افروز خوب پیش میره. فضل خدا امنیت بسیار برقراره. امنیت خوب است. یک چیز از شما تقاضا میکنم که گوش مسئولین برسانین که اینجا که ما پرسان میکنیم مثال گپ این بچهای ما به حسابش امنیتی که از سلاوالای که میگه سلایت به جان شرط کارت بده یا کارت خودت نشان بده، او بسیار قار میشه، بسیار خفه میشه. ما خود نمیفهمیم که او داعش است، او بدر مقاومت است، او کدام کس دیگه است. این میره در گوش مقاومت وزارت داخله برسانین که برادر امیر برای ازیا بگه که در هر جایی که رفتین، در هر مکانی که رفتین سلایتون در دروازه تسلیم کنین. ما خود نمیتونیم برادر که زور داشته باشیم. حالا بدر جانش قسالای خود ما چی خبر داریم که داعشه عزت مردم است، از دولت خود تو نمیکنه. نه باید کارت خودمون رو نشان بده که ما از فلانی جای هستیم، از فلانی ارگان هستیم، از امنیت هستیم، از استخبارات هستیم یا از حوزه هستیم که ما رو بشناسیم. این میره برادر در گوش مسئولین برسونین. دیگه فضل خود امنیت خوب است. تا اول ما کدام چیزی ندیدیم. دیگه پستی امنیتی هم در منطقه ما است، امنیت این منطقه رو میگیره. ازش خوش هستیم ما. خب شما در افروز در یک مسجد مراسم کردین یا دیگه جای هم رفته بودین؟ نه دیگه جای ما نرفتیم. ما فقط همین جای به جای بودیم اینجا. هر کس جای خودش مراسم میکنه. خب حاجی صاحب گفت تا 13 محرم ما خیر مراسم می داشته باشیم. بعد از شام هم می باشه. نیروهای امارت اسلامی هم در خدمت است. بله هست. اینجا می باشه. در خدمت است. امنیت راضی هستیم. امنیت راضی هستیم. اصلا بیچاره میگردن تا بالا. آدم چرا به جانش گپ حق ناحق کما یا حق ناق بگه میگردن. زیادتر دشمنای ما شما هست. صبح گفتم پیشتر که یگان شایعات پخش کرده بودن که امارت اسلامی مراسم شما را نمیمونه. ولی ما خودمی مکانی که هستیم در اینجا هیچ کدام ممانعت ما شما تا بال سر ما نشده. دیگه فعلا که ما دمی کل سنگی بودیم امروز بادپکا آوردیم یک یا بخش امنیتی است دیگه از خاطر عزاداری. ما در چشم سر خودمون دیدیم که تقریبا یک 30 موتر بود نه 30 موتر با علم با پرچم همین بچا طرف دستزنی میرفتن در دیگه مسجدها. ما کس در اون کت سنگی هم ندیدیم که وارد داده باشه. دیگه شما خبر ندارم. بسیار خوب. مقصد یک جواب برای مردم میتیم که هیچ گپی نیست. ناق در بین ما و شما یگان تبلیغات منفی میکنه. ما از مردم خواهش میکنیم برادر خود دشمن خود خواهشم نمیفهمه. همین کسایی که دشمن نیست یا کمک گوری فکرش کم است یا اشتباه میکنه از یا خواهش میکنیم که همین تبلیغات منفی نکنه.
اینمی تبلیغات منفی ما و شما رو روزگار ما رو خراب کرده. برادری خود حفظ کنه برادر جان شیر. کل ما و شما از این وطن هستیم. اگر افغان هستی، پشتون هستی، هزاره هستی، تاجیک هستی، ما و شما کل ما گل سرسبد از این مملکت هستیم. باید حفظ کنیم وحدت خدا. هر کسی که بر ضد برادر جان وحدت گپ میزنه باید مشت محکم در دانش بزنیم. خب حاجی صاحب دیگه چی تقاضا دارین از امارات اسلامی؟ تقاضای ما نمیسته که برادر جان شیر کوشش کنه که شب و روز خدمت مردم کنن، با مردم نرم رفتار کنه، با مردم تون رفتار نکنه. سلامت باشین. با عزت باشین، سلامت باشین. تشکر. ژوندی دی وی آباد دی وی تل ګران افغانستان خپلو خو درېږي شو روان افغانستان په خپلو خو درېږي شو روان افغانستان درنو لیدونکو زموږ د نن ورځې خپرونه چې د عاشورا د مراسمو په هکله مو تاسو ته چمتو کړه همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا مو په لوی بخښونکي خدای سپارم. الله تعالی مو مل شي.